افسرده مالی همون آدمیه که بدون حساب و کتاب خرج میکنه، ضامن کس و ناکس میشه، پول میده به دیگران اما هیچ رسیدی نمیگیره، کارتخوان میکشه اما حساب نمیکنه که آیا درست کشید نکشید، چه مبلغی کشید. این آدم بهش میگیم پسنداز بکن، میگه تو این کشور پسنداز جواب نمیده. میگیم سرمایه گذاری کن، میگه پول زیاد ندارم. همیشه هم گرفتار و لنگ پوله. اما فرسوده مالی آدمیه که پول خوب در میاره، اما با این همه خوب پول در آوردن باز بدهکاره، باز چک دست مردم داره، باز نزولی داره، یه ماشین خوب نداره، یه خونه خوب نداره. چرا؟ چون سواد مالی نداره، چون مدیریت کردن پول بلد نیست. اما با سواد مالی خوب بلده چطور درست فکر کنه، عاقلانه تصمیمات مالی بگیره، کسب و کارشو درست بچینه، پولشو پسنداز درست بکنه، به سرعت اونو تبدیل به سرمایه گذاری بکنه و با اون پول زیادی که نصیبش میشه هم خودش